وولک سامولک بچه ها بریم تفاوت یار نوب و یار معمولی رو ببینیم چیه. همینطور تاثیرش رو خودمون. یعنی وقتی که یارت نوب باشه خودت هم کلا تمرکزت از بین میره. بعضی موقع من کلا وقتی با یار نوب بازی میکنم و همه چی تیر میشه توش. اینجا اینو زدیم. این که اومده با هاور پایین انگار مثلا بروستی اومده یاراش رو میگه. تو کرش سایت هم انگار چارای زنده کادلن. باید اسمش بذاریم اینجا مالی آباد. تو شیراز یه جایی هست مالی آباده، شلوغ شلوغ. اینجا هم همینجوری به یارمون کلا تکس که میره تک ربی که میکنن همین باید جمعشون کنیم. حالا بزننمون نزننمون دیگه معلوم یه دستی که اینجا هم داشت شلوغ میشد، خر تو خر میشد. بیچه اومد ایبو ایبو ایبو. انمی فقط از این بر رو بر انگار موریانه میرزن بود. یارونم داره لند میکنه وسط انمی. یا خدا یکی اینجا رو لند کرده نمیشه یه ایبو یارش کلن بلش کرده. ایبو ایکی بود رانش سرویس یکی اینجا بزن. اینجا زدن ها. یارم هم معلوم نبود کجا هستن وقتی که تکمیلیم همین. ما اینجا هم تو زون بودیم. یعنی یاره ما احمق. من نمیدونم اینجا دارن حلوا میگیرن تو صفحه آشن حلوان. زون داره میره آخرای زون هم تقریبا هستیم بسطای زون. اینجا زدیم رو سحنتون 4x. انمی هم ول نمیکنه وسط زون. و اینجا دیگه کلن به فنای معنویت رفتیم این دست بیا. تو زون کلن دیگه منتظر بودیم. من اینجا باز اومدیم یه مچ دیگه بهتون بفهموندم. کلن وقتی کنترل نداشته باشیم کاور نداشته باشیم همینه. نه ریوایف کردم. خب بریم رو سر دومیش. هم کلن فقط میپرود انگار خربش. کجا رفت؟ یاروی ما باید التماسشون کنیم تا بیان. یا انمی هم یاراش پیدا میشه موقعیتش هم مشخص نیست. معلوم نیست چه گالی داره انمی، معلوم نیست چه کلاسی داره، مهارتش چقدره چجوره. رو همینا کلا یه اون به فنانه یه نفر یه اون 2 نفر اون زد. همین دایوس ما رو میزن. حالا این چه گفتم بازیش البته خوبتر ما. منم کلا تمرکزم که رو یارام بود. خودم هم کلا اصلا از تمرکز در رفته بودم. اینجا نزدیک بود فنای معنویت بخیرم. ای بابا بیل که اومد ای دانش سرویس کاش رو رایفل بود. اینجا موومنت نزدم. اگه موومنت میزدم امکان داشت چیز بود. حالا این بازی تفاوتش با اسکواد تقریبا خوب نه خیلی خوبه. یکی از یارامون خوب اینجا 2 نفر اینجا این آنها رو بزن. اومد بالا. اینجا بک دارم. بمیر بریم برای مسعود. تو نیو ورژن هم انگار مالی آباده. همچی شلوغ میشه ملت کلان اسرار میرزن بیرون ده به لوت کردن.
اینجا دیگه آخرش ما رفتیم تو اصلا ببینیم ما که کجاییم تو. اینجا اومدیم با هم یارامون با همون اسکواد بودیم تپت الان بالا. تپت الان تپته پشتته اون کدوم تپه. ور می‌ری؟ آره چپ 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 با راست چه راست برعکس راست میری داشتاقه بهت میگم نمی- پشتته میری راست معلوم میگم نیست تپته کدوم میری ور. راست درست میگم آدرس راست بده میری نمیدن چپ بابا اینجا دیدمش داداش دیدمش بگیر دیدمش. بگیر ای بابا ای بابا دیدمش داداش دیدمش. فوش نه نگاه یار ما کجا فوش نه اینجا بوق سانسور میزنن خواست فوش بده بدونش رفت بیرون. فوش مادر رو نه ندیم مادر خواهر زشت الان فوش آموش وایسا داشت ای بابا این کجا اومد دیدی شاتگان دارن تو آره بچه‌ها تو روش شاتگان دارن دوتاشو یه جورای شانسی زدم اصلا نفهمیدم که کجا هست اینجا اومدیم یهو ظاهر شدیم تو که رئیسات که شماره اینجا هم یک شلوغ برید بود شماره یک. بعد ایو. اینجا شلوغ وای مادر تو. و کلن فوش مادر خواهر زشته ندین فوش آموش بده مثل فوش چیکار که اونها بازشون خوب بگاه رفتم. میگی که اومد ای با یارم زدم وای مادر تو. اینجا داشت کلن فوش خواهر مادر چه میدونم همه چی میده بزنش. یارم شماره تو. که من بش دادم بزنمش انمی هم از چند طرف محاصره اون کرده بود ایو ببته زره کجا ایو اینجا یه شات بهش خورد شات خوبی بود ایو دومیش اومد بزنم از پشت سر زدن در کل یار نو و چیزای جور تمرکز رو خودت یعنی تاثیر رو خودت هم میذاره حالا ببینیم چی دمتون گرم که حساب میکنید لایک یادتون نره